جالب آخه استانبول دیگه اینا خطشون رو لاتین کردن سالهاست. جای درستیه یعنی شما؟ خوب جایی هستی؟ بله، از جهت تأثیر چون برمیگرده به گذشته عثمانی و ترکا در 700 سالی که حکومت کردن به مسئله خوشنویسی مخصوصا تو حیطه سلس و نسخ و خطهای عربی توری قرآنی زیاد کار کردن. کار دیگه‌تون رو ببینید. بله. شما اینجا کلی هنر الان قرار ما نگاه کنیم. هر اتاق یک هنره، یعنی هر پنجره. اینم می‌خواستم بگم نردبون میکلانجه. برای آینده نقاشی سقفی شاید. امیدوارم. هیچ. باورنگ اینجا کار می‌کنی؟ بله. بیشتر کارا اینجا اتفاق میفته. این هم چیزی که ازش دور خواهیم بود سالها. امیدوارم البته نه ها، ولی برمیگردیم می‌بینیم. اسبای ترکمن. بله. خیلی جالبه که هم دوتار بزنیم، هم خطاطی، هم نقاشی و هم جواهرسازی. تعریف خدمنان دیگه، یعنی آدم گاهن مجبور میشه که در کنار کارهایی که به اصطلاح داره برای نمایشگاه آماده میشه کار جنبی هم انجام بده که نون آبش در آره. اینجا میزی که باش کار میکنیم نه؟ آره. اینجا هم این انگشترها اینجا میزنن رو موم نه؟ آره روی موم روش کار میکنن. انگشتر عثمانی استفاده. این حالا چی ساختیم؟ اینجا اتاق آخرت دیگه، یعنی آخرت کار این میشه. بسیار زیبا این انگشترهایی که شما درست کردید. کارا گروهی انجام میشه. اینا کی ممکنه بخره؟ من که چیزای خیلی برجسته‌ایه. کار هر کسی بپوشتش، یعنی انگشت دستش کنه. بیشتر هنرپیشه ها، خواننده ها، بعد کلا برای فیلم ها هم استفاده میکنن. بعد خانواده هایی که بیشتر به صورت کلکسیون اینا رو نگه می‌دارن. سنگای مثلا یاقوت اینا. بله یاقوت و بله گرون قیمت. هنر جواهرسازی ترکمن خیلی غیر عادی درست میکنن. برجسته بزرگ. موقعی که توی جنگ ها از سپر رو نمیدونم کل اینا رو با آلت ادوات به اصطلاح چیزی درست می‌کردن، زینتی درست می‌کردن که بعدن که از جنگ که فارغ شدن بیشتر زنا دستشون کردن دیگه، این دستبندا رو فلان. پس یعنی مردونه با زنونه. آره یعنی تو جنگ بوده، یعنی چقدر به قداست کارشون باور داشتن که اینا رو تو روزمرگی خودشون همیشه داشتن در کنار اسبشون. و ثروت شما هم اینجا کنار دیواره. اینا جزو بافت کارهای ترکمنه که رنگای شاد و برانگیزاننده داره، مثل کار جدیدم که با دوتار و رقص فلامینکو انجام دادم. Güller ettim, kulça açtı, gül yığmana gelmedim. Bağlarımda imiş biçti, nerede yarım bilmedim. Bağlarımda imiş biçti, nerede yarım bilmedim. Ay Nevlim seni altın ayın yalkımından gözleyen. Nevlim seni altın ayın yalkımından gözleyen. Coşkun derya şelfen atyan yıllarından gözleyen. Coşkun deryan şelfen atyan tolkıyımından gözleyen.
Deli könlüm, deli könlüm Aydemina din salmana gelmedin Neme boldi tüyün yarım Ya da könlüm menedi Gene boldi tüyün yarım Ya da könlüm menedi Ya da könlüm menedi دکتر سلام خوب هستی خیلی خوش اومدی. دامون تنها خواننده پاپ ایرانی ترکیه مقیم در اینجا. بهتون خوب موقع رسید چون که آهنگی که داشتم میزنم تموم شد. آشنا میخوام بکنم با رکسان جان. دامون هستش. سلام علیکم. خواننده اینجاست. دامون یه آهنگ سبک فلامینکو شاید بتونی برقصی نه؟ البته بذارم پاپ فلامینکو چه؟ پاپ فلامینکو باشه بهش برخورد. این شما ببینید اگه بشه چون می‌خواستی با ایرانی برقصی موقعیت خوبه به ما هم خیلی کمک میکنه. یه دنیای دیگه. شما صحبتتون بکنید پس من یه ریتم 4/4 کار دنیاست. میتونم بشنوم؟ آره حتما. من یک سپاسی بگم به آقای عظیم که عظمت موسیقی رو واقعا ما حس کردیم. خیلی قشنگ بود کار. تجربه موسیقی شما و رقص فلامینکو چطوری بود با رکسان؟ بسیار عالی بود. خوش اومد. خیلی خوب بود. یعنی برای بار اول که تجربه این چنینی برای من خیلی ما خیلی کیف کردیم. ولی بیاین رقص ترکمن هم یه جوری بازسازی کنین در آینده اگه شد وقتش بود. در اگه نکردین حداقل این روسری ترکمن رو با خودتون ببرید که ما قسمت دیگه برنامه رو ببینیم. خیلی ممنون آقای عظیم. و آیا این روسری رو احتیاج خواهید داشت در این رقص رکسان؟ ندارم مرسی. ترکمن ها چاپ خارج ها به احتمال ساختش چین و اینا خواهد بود ولی نمیخوای تو این رقص احتیاج اگه هدیه میخوای بدی میگیرم. خب بعد با صاحبش صحبت کنیم. باشه پس. قبل از اینکه برقصی با این آهنگی که فکر کنم به توافق رسیدین خب تو کلاس رقص فلامینکو اینجا داری نه؟ آره معلمی میکنم 7 ساله دارم رقص فلامنکو میکنم.